بسم الله الرحمن الرحیم. مژده لطف است ز رب کریم. سلام علیکم خانم ها، آقایان محترم، هم نفسای نازنین، مهربان و دوست داشتنی و همونم که از بین همه شبکه‌های تلویزیونی انتخاب شماست. یاد خدا، امیدوارم اینجا به شما خوش بگذره. خیلی امید دارم این اتفاق بیفته، چون استاد محمدی شاهرودی عزیز مثل هفته‌های گذشته لطف کردن، آقایی کردن، قبول زحمت و قبول دعوت کردن، قدم به چشم من گذاشتن. بعد از فاصله کوتاهی که میگیریم و برمیگردیم گفتگوم رو در محضرشون شروع خواهیم کرد که عنوان کلی مباحث ما خداشناسی هست. اگه خاطر شریفتون باشه یه صلوات بفرستیم و برگردیم گفتگو شروع کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در ادامه مسیر خداشناسی و راه‌های شناخت خدا رسیدیم به مرحله صفات الهی. صفاتی مثل صفت علم، قدرت، حیات و اراده رو استاد محمدی شاهرودی عزیز در جلسه گذشته تبیین فرمودن. ببینیم که برای ادامه این مسیر چی در نظر گرفتن. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. جالب است، برنامه یاد خداست و ما هم مدتی یاد خدا تو یاد خدا متمرکز شدیم رو مباحث خداشناسی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز بیننده و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات روزافزون و قبولی طاعات، عبادات و توفیقاتی که خدا ان شاء الله به شما خواهد داد، از جمله همین توفیق کسب علم که بسیار مهمه، اون هم تفقه در دین. اون صادق فرمودن تفقهوا فی دین الله ولا تکونوا اعرابا. دین خدا رو فرا بگیرید، اعرابی نباشید. تمدن در دین شناسیه، نه در برهنگی، نه در اون چیزایی که هر کس مثلا فرض کنیم که ثروت بیشتری داشته باشه، تجملات بیشتری داشته باشه، مانور تجمل راه بندازه بگیم این متمدنه. نه، تمدن به تفقه در دین. فرمود تفقهوا فی دین الله ولا تکونوا اعرابا فانه من لم یتفقه فی دین الله لم ینظر الله الیه یوم القیامه ولم یزکی له عملا. کسی که با دین خدا آشنا نباشه، دین خدا رو بلد نباشه، خدا در قیامت بهش نظر رحمت نخواهد کرد. حالا اینکه نظر رحمت چقدر میارزه اونجا، آیا لذتی بالاتر از این هست و محرومیت از این نظر رحمت چه عذابی است؟ آیا عذاب آتش و همه عذاب رو شما جمع کنید 1/1000 این میشه؟ نخیر، اصلا قابل قیاس نیست. در قیامت خداوند کسانی که تفقه در دین نداشته باشن، دین شناس نباشن، نگاه نخواهد کرد، نگاه رحمت نخواهد داشت و اعمالشون رو هم پاکیزه نخواهد کرد. از همینجا بریم سراغ صفت رحمت که حالا لم ینظر الله الیها گفت نظر رحمت نخواهد داشت. صفت رحمت گرچه صفت فعله، ولی چون صفت مهمی است، هم عقل میگه که از عالی ترین کمالات حتما باید خدا این کمالات داشته باشه، هم در عالم ما رحمت میبینیم، مهربانی مادر نسبت به فرزند چقدر زیاده. خدا که مادر رو خلق کردی رحمت درش قرار دادی. مادر رحمت از خودش که نداره، کم از خداست. هم آیات و روایات هم بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. 114 تا سوره داریم. اول ورودیش تابلو خورده بسم الله به نام خدایی که رحمان و رحیم. بله، به جز سوره توبه که رسمی بسم الله شاید تو سوره نحل رفته تو وسط سوره نحل. من شاید کنم که عدد اینو عوام میگفتن ها. مزایه بسم الله رو شیطان دزدید برد اونجا گذاشت. نه، اونجا جای بسم الله بود، چون نامه است که حضرت سلیمان نوشته به ملکه سبا. اولش به انه من سلیمان انه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علیه فأتونی مسلمین. نه، بسم الله شروع شد. خدمتتون عرض کنم که خب رحمت تو هم سوره مبارکه هم فاتحه الکتاب هم تو بسم الله میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، هم دوباره الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. اینقدر این رحمت زیاده که برای اینکه یکم کنترل بشه بدون باش میگه مالک یوم الدین.
حسن جمع کنید. الرحمن الرحیم دینی هم هست. خب هم دلایل عقلی هم دلایل نقلی فراوان اینجا داریم که خداوند نه رحمان الرحیم است، ارحم الراحمین است، از همه مهربان ها مهربان تر. حالا یه سوال اینجا وجود داره که این سوال هم زیاد از ما میپرسن، میگن که آیا مادر حاضره که حالا بچهش هر کاری کرده باشه، هر جنایتی کرده باشه، حاضر این بچهش مثلا بندازه تو آتش که بچه جلوی چشمش جزغاله بشه؟ خدا که ما بید از مادر مهربان تره. بچه‌ش خدا حاضر میشه این کار؟ تو بنده ها که پیش خدا خیلی عزیزترن از بچه پیش پدر و مادر. چطور خدا اینا رو میذاره تو جهنم که جو جزغاله بشن؟ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. وقتی میسوزن جزغاله میشن، پوستشون سفت میشه که دیگه خاصیت ندارن، پوست میکنیم، پوست بعدی لیذوقوا العذاب. خب چرا پس خدای متعال پس رحمتش اینجا کجا میره که هیچ مادری حاضر نیست این کارو بکنه؟ بچه هر چی گناه کرده باشه، حتی مادر کتک هم زده باشه، نمیدونم هر جرمی که داشته باشه، مادر حاضر نیست این کار انجام بده، که به این مرحله نمیرسه، به اینجا نمیرسه. پس چطور ممکنه که عرض میکنم که باز اینجا اشکالی که وجود داره اینه که برخی از صفات خدا رو میخوان با برخی از صفات خدا صفات دیگر رو از بین ببرن و این تو جامعه ما هم زیاده. میشه خدا به خاطر تار مو که بیرون باشه خانم رو تو جهنم نمیدونم با مو آویزون بشه، از این مسخره بازی در میارن و در واقع روایات مسخره میکنن، آیات مسخره میکنن با این مزخرفاتی که میگن. مگه میشه اینها یک صفت رو که رحمت باشه وسیله قرار میدن که بقیه صفات رو از صحنه خارج کنن؟ دیگه عادل نباشه، دیگه حکیم نباشه، اگر بخواد عذاب نباشه، معناش اینه که شمر و امام حسین علیه السلام باشون یه جور رفتار بشه. این عدالته؟ معناش اینه که عرض کنم که نتانیاهو و عرض کنم که یحیی السنوار اینها یک حال داشته باشن، یه جا باشن. این خیلی ظلم دیگه، عدالت نیست، حکمت نیست. در زمان حضرت موسی یک چوپانی بود، از حضرت موسی پرسید کجا داری میری؟ گفت میرم با خدا صحبت کنم، میرم به میقات، به ملاقات، با صحبت کردن با خدا. من یه پیام دارم به خدا میرسونی؟ گفت آره. گفت من شنیدم که خدای متعال رحمان و رحیمه، در عین حال جهنم هم داره، اینا با هم جور نمیشه، یا رحمان و رحیم نباشه یا جهنم رو تعطیل کنه. برو بگو خدا گفت آن بیابانی که با جهیم نگنجد صفات رحمانی. بگو که از خود اسم رحیم را بردار و یا بنای جهنم تو بر عدم بگذار. یا جهنم رو معدومش کن یا چی؟ اسم رحیم از خود فکر با هم جور نمیشن. حرف میکنم اینه که آقایون میگن 5000 سال پیش 5000 سال پیش هم اون چوپان گفته. منتها اینا خیال میکنن که حالا این شبهه رو اونا ساختن و کلی هم با آب و تاب میان تو فضای مجازی، تو رسانه های دین ستیز مطرح میکنن. خب از موسی پیامین بیابانی رسون به خدای متعال که خدا میدونست، بهش فرمود یه گوشه از کربلا رو بیم چوپان نشون بده. بعدش بپرس حالا خودش کار کنه، این دو دسته رو یه جور باشون رفتار کنه، یا اینکه نه وقت آنچنان عصبانی شد که گفت نه اینها اگه یه بار که 1000 بارم کشته بشن، 1000 بارم سوزونده بشن بازم کمه. خب کسانی که رحمت رو برجسته میکنن، بقیه صفات رو از صحنه خارج میکنن. بله خدای متعال ارحم الراحمین هست فی موضع العفو و الرحمه. همین خدا اشد المعاقبین هم هست فی موضع النکال و النقمه. فقیه، کل فقیه، چون که در نشر برای خدا این مطلب رو، کسی است که نه مردم رو از رحمت خدا ناامید کنه، نه مردم رو به گناه واداره متجری کنه به گناه. خیالتون راحت باش، خدا ارحم الراحمین، هر کار دلتون میخواد انجام بدید، خدا میبخشید. کی گفت خدا میبخشید؟ اگر
جانی و مجنی علیه خدا باشون یه جور رفتار کنه که دیگه خدا نیست که. خدایی که عادل نباشه، خدایی که بخواد ظالم رو باش مماشات کنه دیگه خدا نیست. پس این که ما عرض کردم یک نوع در واقع هوچیگری است، یک نوع عرض کنم که اندیشه پوپولیستیه. حالا پوپولیست من چی ترجمه کنم؟ مردم فریبی. یک نوع مردم فریبیه، برای اینکه فالوور جمع کنن، برای اینکه دنبال کننده جمع کنن، این حرفا رو میزنن، بعد مردم هم خب این خیلی قشنگه که هر کار دلمون میخواد بکنیم. آیا مثلا بی‌حجابی یا ظلم یا هر گناهی این یک امر عینی و واقعی، یک امر اعتباریه؟ اگر اعتباری بود اون خوب بود، حالا کمش کن ببخشش. اما اگر اون کیفر عین همین جرم باشه چی؟ نه واکنش، نه عکس عملها، خودش. اگر اون طرف خدا جهنمی خلق نکرده، خود این جهنم رو تو عمل جهنمه، اینجا دیگه نمیشه بگیم خدا تخفیف بده، حالا جهنم رو کوچکترش کن، یکم فرض کن مثل همون سوزش که در آتش فرمودین هست. بله، خود این عمله اون آتش همینطوره. نص قرآن دیگه ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما، فقط و فقط، انما ياكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا. کسی که مال یتیم رو به ناحق میخوره این واقعا آتش خورده، تو همین دنیا آتش خورده ها، منتها اینجا بروز نداره، ظهور نداره. اونجا که یوم البروزه، اونجا ظاهر میشه عجب آتش خورده بود. اون آتش از درون شعله ور میشه، نه اینکه خداوند آتشی خلق کرده باشه حالا که مال یتیم خورده پدرش در میاریم تو حلقش آتش میریزیم، تو شکمش چی میشه؟ نه، این تو خودش تو دنیا با خوردن مال یتیم آتش خورده. فقط اینجا آشکار نشده، اینجا چون خدر دنیاست آشکار، اونجا آشکار میشه. بنابراین این که تخفیف بده خدا، مثلا اون که خودتون مثال زدید، این حالا آتش یکم مراعات کنه دیگه، یکم بسوزونه یکم نسوزونه، نه آتش کارش سوزوندنه، براش هم فرق نمیکنه که حالا این مقابلش کی هست. جهنم در واقع عین جرمه، نه نتیجه جرم، نه قرارداد. اینو من توضیح بدم خوبه. ما کیفرهایی که داریم 3 نوع هست. حالا این کیفر 3 نوع هست توضیح میدم. کیفر 3 نوع هست رو بذاریم بعد از فاصله که میگیریم یه ذره فکر کنیم به حرفای شما، برگردیم و بشنویم و استفاده بکنیم. بفهم خیر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اینکه استاد می‌خواستن این انواع کیفر رو که 3 نوع هست رو بفرمایند تو ذهنتون باشه. یه چیزی تو ذهن من اومده، میتونیم اینجوری بگیم که آقا درسته خدا ارحم الراحمین هست، مثلا تو ادعیه داریم یا من سبقت، مثلا کسی که سبقت گرفته رحمتش بر غضبش بر قهرش، اینا هست دیگه، این واقعیتی که نمیتونیم کتمان کنیم. شما خودتون هم از ابتدا فرمودید. اینو میتونیم به این معنا بگیریم که بله اون فرد میسوزه، تو جهنم قرار میگیره، مجازات کاری که کرده رو میبینه که فرمودید خودش جهنمه، عیناً جهنم آتش سوزش داره، منتها آخرش تصفیه، بعد تصفیه حسابش میاد مثلا توی بهشت، مثلا اگه مومن باشه همینطوره. آره، یعنی اون ارحم الراحمین این سبقت تر اینا رو در اینجا ببینیم. این درست. خب عرض کردم که 3 نوع کیفر داریم. یه نوع کیفر قراردادیه، مجازات قراردادیه، مثل مجازات های راهنمای رانندگی. یعنی هر کس ساعت مجاز بیشتر بده جریمه‌اش میکنه. بله. 100 تومن جریمه‌اش، 500 تومن جریمه‌اش. این قرار داده. قبلا مثلا فرض کن 10 تومن 20 تومن کمتر بود، زیاد شده الان چند خیلی زیاد. این با اون صورت غیر مجاز رفته، به جای 500 تومن مثلا 10 تومن 20 تومن 50 تومن جریمه‌اش کنه، حالا اون حداقل جریمه رو. چرا؟ چون قراردادیه. اون وقت باید بین جرم و کیفر هم تناسب باشه. موقع مثلا قراردادش اینجوریه، میگه چون شما تا 1 سال گذشته هیچ خلافی نداشتی میبخشم، این کاری که کردی 100 تومن جریمه شه، ولی من 10 تومن دادم. ببین نداره، با توجه به اینکه قراردادی همیشه همه کار میشه.
اینجا باید بین جرم و مجازات تناسب باشه. بله. اگه در کشوری بگن که هر کس سرعت غیر مجاز بره خودشو اعدام میکنیم، ماشینشو نابود میکنیم، پدر مادرشون هم حبس ابد میکنیم، همه ایلتایشون از چه خبره؟ و تناسب باشه بین. تناسب. فرض کنید که سرعت غیر مجاز رفته، شما ماشینشو بخوابونید، مثلا گواهینامه‌شو بگیرید، دیگه این باید اعدامش کنید. ولز چه تناسب؟ انتفاع. اینجا باید حتما تناسب باشه. اگر نباشه عقلا قبول نمیکنن. یک نوع. نوع دوم در واقع کیفر و مجازات عکس العمل خود اون عمله، واکنش همون کنشیش که انجام داده. مثلا فرض کنید کسی یه لحظه اراده کرد که یه چاقو بزنه به چشمش ببینه چجوری میشه، چند ثانیه هم بیشتر از اون زمانی که تصمیم گرفت تا کار انجام داد چند ثانیه بیشتر طول نکشید. نمیتونه بگه که چه تناسبی هست بین این که من 3 ثانیه 5 ثانیه گناه کردم باید تا آخر عمرم نابینا باشم. اینجوری دیگه میگه من فقط 3 ثانیه 10 ثانیه گناه کردم، چرا باید تا آخر عمرم نابینا باشم؟ خب این نتیجه کار خودته، نتیجه کار خودته، کار دیگران که نیست. یک کسی مثلا فرض کن شراب خورده، یک کیفر قراردادی داره که حکم شهر بفهمه 80 ضرب شلاقش میزنه. چرا شراب؟ این قرار داده، متا خدا قرارداد کرده. خدا گفته هر کس شراب خورد 80 ضرب شلاق داره. حالا همین که الان در حال مسیر رانندگی کرده، اگر تصادف کنه قطع نخاع بشه، میتونه بگه خب من 2 ساعت فقط گناه کردم، 2 ساعت در حال مستی بودم، تا آخر عمر فلج بشم قطع نخاع بشم. میخونم کار خودته، نتیجه کار خودته. اینجا تناسب معنا نداره. چه نمیتونیم، باید بین جرم و کیفر تناسب باشه. اما حالا کیفر اخروی از کدامی که از این دو نوع هست؟ اول یا دوم؟ پاسخش کدام؟ کیفر اخروی عین خود جرمه دیگه، فعل از خودش که جدا نیست، شی خودش از خودش جدا نیست. نه، اون کیفر خود جرمه، این تجسم همین کاری که در دنیا انجام داده. اینجا دیگه تناسب و حالا کمش کن و زیادش کن اصلا معنا نداره. شیو که نمیشه کمش کرد که. فرض کن انسانی، مثلا فرض کنید که یه انسان 1.5 متری رو میشه مثلا فرض کنید به 1/3 تقلیل بدیم. نه دیگه این همینه. کسی مثلا فرض کن انسانه با من خب حال تو سنگ بشو، یه سنگ بشون تو انسان بشو. نه دیگه اون ذاتش همون سنگه. بنابراین این که میگن که چرا خدا نمیکنه، خیال میکنم خدا قرارداد کرده که هر کس 2 تار موش بیرون بود میانش تو جهنم، اونجا با همین مو آویزونش میکنیم. در اینجوری نیست. خود این بی‌حجابی آتشه، خود این بی‌حجابی جهنمه، چون در واقع عده زیادی رو جهنمی میکنه. و این 2 تار مو اگه 3 تا بشه چقدر اضافه شده؟ 2 تا با 3 تا چند تا اضافه شده؟ فرق نمیکنه. 1 تار اضافه شده دیگه. نه میگم در نتیجهش نه 1 تار بیشتر. 1 تار اضافه شده. خب 3 تا تار اب نداره، 4 تا چرا اب داشته باشه؟ چقدر اضافه شده؟ 1 دونه اضافه شده. 1 تار اضافه شده دیگه. ببین حالا 4 تا ببین 5 تا چرا اشکال داشته باشه؟ کجا متوقف میشید شما؟ هیچ. حالا سرش برهنه باشه اب نداره، چرا گردنش برهنه نباشه؟ همون چند سان مهمه. گردنم اب نداره برهنه باشه، پایین‌تر چرا نباشه؟ شما کجا متوقف میشید؟ همون نمیشه. هیچ جا دیگه نمیشه متوقف شد. این بحث این فال 2 تا تار اینا توچیگریه. آخه اینجوری هم که شما میفرمایید الان هر چقدر هر کسی اینجا خطا، اشتباه، گناه، معصیت مرتکب شده باشه، خودش عینیت در واقع اونور داره شعله‌های آتش رو برای خودش میفرسته از پیش. این اونجا بعدن باش مواجه میشه. خب بحثایی مثل شفاعت و نمیدونم این که حالا بالاخره خدا میبخشه و اینا، اونا هم قراردادایی که باز از قبل طراحی شده. مثلا قرارداد توبه، اونم عینه. مثلا توبه عینه، قرارداد نیست. توبه مثل آبی مونه که آتش رو خاموش میکنه. گناه آلودگی قلب آلوده میکنه، توبه اون قلب رو پاک میکنه، تمیزش میکنه. شفاعت چی؟ شفاعت هم همینطوره. شفاعت هم عینیت داره، قرارداد نیست. مثل اون که به آتش از ابراهیم خدا هم گفت کونی بعدم و سلام یا
یا نارو کونی بردن و سلاما اونجوریست. اونجا وجود مثلا فرض کنید که امیرالمومنین علیه السلام آتش رو خاموش میکنه. آتش به حضرت میگه که نجات برو که لهیب من با نور تو خاموش شد. حالا که دست کسی امیرالمومنین بگیره خود این وجود اون آتش رو خاموش میکنه. مثلا همون عرض کنم که اون دستوری خدا به اون آتش داد بله که گفت سرد و سلامت باش، تو آتیش که سرد و سلامت میشه. باز اینم علت و معلول ها. آخه میدونی چیه، یه ذره باز برای آدم سوال پیش میاد. بس وقتی بحث شفاعت مثلا مطرح میشه، مثلا وجود رحمتا للعالمین پیامبر عظیم الشأن اسلام که مثلا شفاعتشون شامل امت میشه و فلان اینا، عرضم حضور شما که یا همین خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها که امام صادق فرمودن با شفاعت او شیعیان وارد بهش میشن. خب یعنی چی جوری؟ یعنی مثلا شفاعت رحمت پیامبر اون فاطمه معصومه مثلا نعوذ بالله از رحمت خدا که بالاتر نیست که؟ نه این رحمت خدا ارحم الراحمین، این رحمت مال خود خداست. خب این توضیح بدین. کی به اینها اجازه داده که شفاعت کنید؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه لا یشفعون الا لمن ارتضی. خدا گفته شما شفاعت کنید، خدا بهشون این قدرت داده، خدا بهشون این اختیار داده و مال خود خداست. پس این خلاف اون خواست خدا نیست. پس شامل چه کسایی میشه و اون باز اون قاعده به هم نخوره که عدالت خدا و نه باز باید شایستگی داشته باشن. خب برای همین من میگم شاید اعتبار مثلا از قبل طراحی شده بود که شایستگیش شد. این باید شایستگی داشته باشه. ببینید من بعضیا هستن که وجودشون ذاتشون با رحمت سنخیت نداره. اون یک ملکه ثانویه پیدا کرده فقط با آتش سنخیت داره. دیگه شفاعت معنا نداره، رحمت معنا نداره. این معناش نیست که رحمت خدا بر غضبش سبقت گرفته یا من سبقت رحمت و غضبه. این درسته. جهنم 7 در داره، بهشت 8 تا نشون میده که جهنم پر میشه، لأملأن جهنم که پر میکنه، ولی بهشت پر نمیشه. اینا رو قبول داریم که رحمت خدا. اما ما باید چیکار کنیم؟ ما باید به بهانه رحمت خدا گناه کنیم؟ نه، باید بین خوف و رجا باشیم. نه از اون طرف بیفتیم نه از این طرف. از من ساده سوال کردن که در پندنامه لقمان چی بود؟ فرمود که اعاجیبی بود. اعاجیب جمع فرمود که به فرزندش گفت، حضرت لقمان که فرزندم اگر در حال خدا رو ملاقات کردی که گناه جن و انس به گردن توست، یعنی تو به تنهایی به اندازه همه ثقلین گناه کردی که ابلیسی که از شیاطین جن دی، بازم از رحمت خدا ناامید نباش. از اون طرف اگر در حال خدا رو ملاقات کردی که عبادت جن و انس در نوبه عمل توست، پیامبرم همه، بازم مغرور نشو. من دیگه حتما خدا باید اونها بهش ببره. این تا شعر ظاهرا وقتم داره تموم میشه. بله خیلی وقت تموم شده. این 2 خط شعر من میخونم. شعر قشنگی است. غره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادی پیها بریدن. قد بزرگان سنگلاخ هم نومید هم مباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک اشاره و مقصد رسیدن. ما باید بین خوب و رجا باشیم. آره واقعا این فرمول خوشبختی در 2 دنیا به نظرم همینه. این تعادل که اسلام هم فرمودن همینه. خیلی ممنونم. خیلی حظ بردم مثل همیشه. عواملی نیست. مخلصین محتاجیم به دعاتون. خیلی ممنونم. مراقب خودتون باشین. التماس دعا یا حق. خداحافظ.